نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعین ولله الاسماء الحسنى. برای الله نامهای بسیار نیک و زیبا هست. علمای عزیز و اولیاء الله، بزرگا، مجتهدین، تابعین، تبع تابعین، آنانی که از ما پیش گذشتن در قرنهای قبلی، ما در چیز تأسف میکنیم. یک رئیزا در کامنت ها می نویسه که میگه در حدیث این نیامده، در حدیث این نیامده. قربان تو، امیریش تو که منتکدی، امین نکتایی که تو زدی در کجا در حدیث آمده؟ آیا گپی بزرگای دین قبول است نی؟ تو نمیفهمین، اون بزرگا نمیفهمن. تجربیات است، آثار است، آمده در آثار، در تجربیات، در اولیاء، در بزرگان سخنش آمده. 27م اسم الله به نام السمیع. سمیع صفت الله هست، یعنی اسم صفتی الله است. سمیع به معناش یعنی بسیار خوب شنوا. الله خوب میشنوه صدای دلت، صدای قلبت، صدای پستت، صدای بلندت الله میشنوه. چند خصوصیت داره این اسم الله. اگر کسی این اسم الله را السمیع، 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 یا سمیع، یا سمیع، هر چکم که میخونه، سمیع، سمیع، یا سمیع، یا السمیع بخوانی، دلتان که السمیع میخوانی یا السمیع وقف میخوانی یا سمیع گفته صدا میکنی، روز پنجشنبه بعد از نماز پیشین 500 مرتبه بخوانه، خداوند متعال مستجاب و دعوات میگردانه. روز پنجشنبه، ما شما فردا پنجشنبه داریم، یک تسبیح بگی السمیع، 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 امیر 500 مرتبه بخوان، باز تو را الله متعال مستجاب و دعوات میگردانه. یعنی یگان وقت که دعا کنی دعایت الله قبول میکنه. چرا؟ سمیع به معنی شنوا، الله میشنوه صدا که الله متعال براتان میده. چرا؟ یک حدیث است، کسی که از الله سوال نکنه الله قهرش میسر و بنده. من لم يسأل الله یغضب علیه یا یغضب علیه. خدا را کسی سوال نکنه الله زبانه غضب میشه سرش. روز پنجشنبه 500 مرتبه بعد از نماز پیشین بخوانین، الله شما را مستجاب دعوات میگردانه انشاءالله. یک خصوصیت. دوم، کسی که السمیع را به کثرت بخوانه، یعنی بدون تعداد 500 و 400، همیشه همین السمیع گفته اینجا تا دکان تبوری 200 متر است، میتونی 500 600 دفعه میخونی. اگر کسی به کثرت، یعنی فراوان السمیع همین اسم خدا را ذکر بکنه، خداوند متعال از کری شفا میده. گوش کسی که زوازمین و گرنگ است، کدام بیماری که در شنوای گوشش آمده، این را بخوانه الله متعال کریش برطرف میکنه، الله کمک میکند گوشش شنواتر میگردن انشاءالله. دو خصوصیت. سیوم، کسی که باز هم در روز پنجشنبه در میان سنت صبح و فرض، سنت صبح را که خوانده پیش از اینکه در مسجد در جماعت بیایی، یا اینکه سنت صبح در خانه خوانده تا وقت تکبیر یک چند دقیقه پیش بیا، پس چی بکو؟ السمیع را 100 مرتبه بخوان، خداوند متعال توجه رحمتش سر تو زیادتر میکنه. اگر بعد از سنت صبح قبل از نماز فرض در روز پنجشنبه لیکن 100 مرتبه السمیع ذکر کو، یا اینکه یا سمیع یا سمیع دسترش حرف ندا را بر، یا را بیار فارسی، خداوند متعال چه میکنه؟ توجه نظر خاص و توجه نظر خاص رحمت الله قرار میگیرن. این چند خصوصیت شد؟ 3 تا شد. اسم دیگری الله که اسم 28 میشه البصیر است. بصیر چی معنی؟ یعنی بینا و بیننده، چی ظاهر چی پود چی پنهان امر الله میبینه. البصیر. کسی که البصیر را قبل یا بعد از نماز جمعه، پیش از نماز جمعه، مراد از نماز جمعه 2 رکعت فرضش است، خب پیش از 2 رکعت فرض جمعه یا بعد از نماز جمعه یا بصیرو را بخواند، الله متعال قلبش روشن میکنه. یگام انسان گرفته و محزون و غمگین است، یا بصیر 100 مرتبه بعد از نماز جمعه یا پیش از نماز جمعه بخوانه، الله متعال روشنایی در قلبش ایجاد میکنه و با مو آدم توفیق اعمال صالحه را میده. بسیار مردم از روز 10 تا کار ناصالح میکنه، 1 تا صالح نه انجام نمیده. اگر این را بخوانه 100 مرتبه بعد از نماز جمعه، خداوند متعال برش
توفیق و هدایت میته، شوق میته که اعمال صالحه را انجام بده، اعمال نیک را در جامعه تقدیم بکنه. یک خصوصیت. دوم، کسی که بعد از سنت نماز صبح، بعد از سنت نماز فجر و قبل از فرضش، بعد از سنت صبح پیش از ادای فرض نماز صبح چی بکنه؟ 100 مرتبه البصیر یا بصیر را بخونه. الله متعال ایم سبب توجه و رحمت خاص الله قرار میگیره. دلتان که سمیع را میخونه او هم قبل خصوصیت داشت. دلتان که البصیر یا بصیر را میخونه توجه رحمت الله قرار میگیرین. سوم، کسی که بزیاد این اسم را بخونه، یا بصیر یا بصیر یا البصیر، با کثرت بخونه، زیاد بخونه، از امراض چشم محفوظ میمانه. همین نظر بعد که میگنی، این نظر اگر از تقدیرات خدا تیر میشد، همین نظر تیر میشد. این تو خطرناک است. نظر بسیار خطرناک است. یک حدیث میاره، یک صحابی وضو میکرد، همین اندام از مبارک دستاش بالا بود، سار یک بازو، یک دست، یک اندام زیبا داشت. یک کسی دیگه تیر شد، ماشاءالله ماشاءالله. خب بگه خیر گپ ماشاءالله نگفت، البته بیچاره چه یک دست و اندام زیبا و سفید مقبول و چاق. چند قدم تیر نشد، امی جان امی صحابی که وضو میکرد آبله کرد، گوشت از تاکید. این گزارش به علیه السلام رفت. علیه السلام که الله را طلب کنین. او نظر داشته، او را طلب کرد، او را وضو داد، آب وضو از او را جمع کرد، گفت جان از بمالن، جلد از جور میشه انشالله. نظر بعد اگر خواست در فرزند، در اولاد، در خود، در دکان، در زندگی اگر نرسه، این میره بخوانین. چی را بخوانین؟ 100 مرتبه بعد از نماز سنت فجر بخوانین. چی ببخشین؟ با کثرت بخوانین، از امراض چشم محفوظ میمانین. این نظر کسی بدی کسی در شما نمیرسه. دیگه یک دعا هم که تزیه آمده، اللهم یا سمیع یا بصیر متعنی بسمعی و بصری واجعلهما الوارث منی. این دعا را بخونه، کاملا نظر بد از شما دور میشه. چهارمش، کسی که این اسم را 7 مرتبه بخونه، از البصیر 7 مرتبه بخونه در وقت عصر، این در نماز عصر، در وقت نماز دیگر 7 مرتبه بخونه اسم را، هر روز بخواهد از موت ناگهانی محفوظ میمانه. هر روز همین ذکرت باشه در وقت نماز عصر، از مرگ ناگهانی، از مرگ مفاجات، از حادثه ناگواری مأمون و محفوظ میمانین. 4 شد. پنجمش، کسی که اسم را پیش از خطبه نماز جمعه، قبل از خطبه نماز جمعه 100 مرتبه بخواند، انشاءالله باز هم مورد توجه رحمت خاص خدا قرار میگیره. وقتی که یک بنده را که توجه رحمت الله بوده باشه، دیگه دنیا به او ضرر رسانده نمیتونه.